درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. خبر درگذشت این چهره یعنی استاد امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه حسابی در فضای مجازی جنجال به پا کرد و خیلی ها رو به اندوه و بهت و ناراحتی و شوک برد. استاد امیرهوشنگ ابتهاجی که با خیلی از بزرگان حوزه ادب و هنر و موسیقی ایران همکاری کرده بود و امروز میخوایم قسمت کوچیکی از زندگی نامه پرفراز و نشیب و جنجالی استاد ابتهاج رو در این ویدیو برای شما بگیم، چرا که اگر بخوایم راجع به زندگی نامه استاد ابتهاج به شما بگیم باید ساعتها و روزها مستند بسازیم که فقط بتونیم چند سال اول دوران معروفیت و مشهوریت استاد ابتهاج رو به شما بگیم. استاد ابتهاجی که متولد 6 اسفند ماه 1306 بودن و در سن 94 سالگی در 19 مرداد ماه سال 1401 در شهر کلن آلمان فوت کردند. استاد ابتهاج در جوانی عاشق دختری به اسم گالیا که اصالتی ارمنی داشت شده بودند که حتی برای گالیا یه شعری هم خونده بود به اسم دیر است گالیا که این شعر حسابی معروف و مشهور شد. بهتر بریم یه تیکایی از این شعر رو پخش بکنیم و بشنوید که استاد ابتهاج واقعا، من همیشه گفتم شعراش مو به تن آدم سیخ میکنه. اگر خودت بخونی حسابی لذت میبری و اگر خودش با صدای خودش این شعر رو میخوند یعنی واقعا لذت این شعر رو چند برابر میکرد. بریم بشنویم تیکایی از این شعر رو که اسمش بود دیر است گالیا که خیلی هم معروفه. تیکایش رو بشنویم. دیر است گالیا در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، دیگر ز من ترانه شوریدگی مخواه. دیر است گالیا این شعر رو با صدای استاد قطع بکنم، ولی میتونید برید نسخه کاملشون رو تو اینترنت خودتون گوش بدید چون خیلی از این اشعار کپی رایت داره، مال خودشه و بهتره که نسخه کاملش رو برید توی کانال یوتیوبی خود استاد گوش بدید و لذت ببرید. فقط من یه تیکه‌هایش رو گذاشتم که بدونید که واقعا استاد امیرهوشنگ ابتهاج که گفتم معروف هم بودن به سایه، واقعا استاد بودن تو کار خودشون. امیرهوشنگ ابتهاج یه استاد هم میذاریم اولش. استاد امیرهوشنگ ابتهاج با بزرگان زیادی همکاری داشته. استاد شجریان، استاد علیرضا افتخاری، استاد شهرام ناظری و استاد محمد اصفهانی که هر کدوم از اینها خودشون برای خودشون قطبی هستند در حوزه موسیقی ایران و با همه این افراد استاد امیرهوشنگ ابتهاج همکاری داشته. اینو هم بگم که در یک خانواده ثروتمند و مرفه زندگی میکرده و وضع مالی بسیار خوبی داشته. سال 1357 به همراه استاد شجریان، حسین علیزاده و محمد رضا لطفی به صورت دست جمعی از رادیو استعفا میدن به خاطر اینکه در همون بحبوحای انقلاب در تاریخ 17 شهریور ماه سال 1357 که به جمعه سیاه هم معروف شده بود، یه سری از موافقان حکومت شاهنشاهی و یه سری از موافقان حکومت اسلامی، همون انقلاب اسلامی، با هم دیگه درگیر میشن و اون اوایل میگفتن بیش از 1000 نفر فوت کردن، اما آخرین آمار رسمی که بیرون اومد 88 نفر جان خودشون رو از دست میدن. همین اتفاق باعث میشه که استاد ابتهاج به همراه 3-4 نفر دیگه از رادیو استعفا بدن و رفت و فعالیت‌های هنری خودش رو و شغلی خودش رو در جای دیگه‌ای ادامه داد. نکته‌ای که وجود داره، استاد ابتهاج سال 1387 خونش ثبت ملی میشه. بریم عکسی از خونش رو هم ببینیم که اگر به صورت کاملا بخوام بهتون نشون بدم، این خونه استاد ابتهاج هستش که سال 87 به اسم خانه ارغوان ثبت میراث ملی میشه و علت این که اسم این خونه رو هم گذاشتن خانه ارغوان به خاطر این درخت ارغوان معروفی بود که
توی خونه استاد ابتهاج بود و یک شعر معروفی هم استاد امیر هوشنگ ابتهاج داشتن به اسم ارغوان که همین شعر حسابی به قول امروزی در فضای مجازی مگاهیت شد و حسابی همه قطعا گوشش دادن این شعر رو. اگرم گوش ندادید میتونم یه تیکه از این شعر رو برای شما بذارم که گوش بدید ببینید که چه شعر خفن به قول امروزی ها و باحالی بود. بشنوید. خیلی هست به اسم ارغوان. ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرونه استوب بکنم اما میگم دیگه این همه این اشعار بهتر برید توی کانال خود استاد ابتهاج گوش بدید و کامل هست، خیلیاتونم شنیدید. بازم میگم این شعرها رو وقتی خودتون بخونید حال میکنید. استاد ابتهاج با صدای خودش وقتی این شعرها رو میگه دیگه اصلا حال دل آدم رو یه جور دیگه میکنه. اما یه عکس معروف توی فضای مجازی منتشر شده که این یه قسمتی از افراد بنیانگذاران انجمن ادبی شمع سوخته بودن. این عکس به عکس نیما و یاران معروف شده بود که من بزرگش میکنم روی تصویر میخوام بهتون نشون بدم که چه بزرگانی توی این عکس کنار هم دیگه هستن. واقعا این عکس انقدر سنگینه، همین یه دونه عکس رو اگر بخوایم تحلیل بکنیم به نظر من فکر کنم 10 ساعت بشه راجع به این عکس صحبت کرد. عکسی که از راست به چپ، یعنی از این سمت بخوام صحبت بکنم، استاد هوشنگ ابتهاج رو میبینید با اون سیبیل های معروف خودش، سیاوش کسرایی، استاد سیاوش کسرایی، نیما یوشیج، یعنی خود نیما اگه بخوام راجع صحبت کنیم روزها بعد صحبت بکنیم، استاد نیما یوشیج، احمد شاملو رو میبینید در کنار نیما یوشیج و استاد مرتضی کیوان که اگر بخوام خیلی کوتاه راجع به این افراد به شما بگم، از این چهره استاد مرتضی کیوان اگه بخوام شروع بکنم، ایشون 27 مهر 1333 تا همون روزهای پس از کودتای 28 مرداد 3 تن از نظامیای فراری سازمان نظامی توده رو تو خونه خودش پناه میده که به جرم خیانت 27 مهر این چهره 27 مهر 1333 در زندان قصر اصطلاحاً تیرباران میشه و اصطلاحاً ترور میشه، همچین چیزی دیگه، کشته میشه دیگه، حالا اعدام میشه. نفر بعدی توی این تصویر که میبینید احمد شاملو هستن دیگه. این چهره اصلا دیگه نیاز به گفتن نداره. ایشون متولد 1304 بودن، به الف بامداد و الف صبح هم معروف بودن. استاد شاملو که اگه بخوام راجع به ایشون صحبت بکنیم بعد روزها و ساعتهای مختلف صحبت بکنیم. 3 تا زن گرفته بوده این استاد شاملو. ایناش رو فکر کنم خیلی ها دوست دارن که اشرف الملوک الاسلامیه رو سال 1326 طلاق میده. سال 1340 خانم توسا طائری رو میگیره تا 1336، یعنی به محض اینکه اشرف الملوک رو طلاق میده تا سال 1140 خانم توسی یا توسا طائری رو میگیره. 1140 که ایشون رو طلاق میده، 3 سال بعدش یعنی 1143 آیدا سرکیسیان رو میگیره که این دیگه آخرین همسر آقای شاملو بوده. یه دونه 3 تا 4 تا فرزند داشته که سیاوش و سامان و سیروس و ساقی که سیاوش یکی از معروفترین فرزندانش بوده و یه دونه پسرخاله داشته به اسم سیامک پورزند آقای شاملو که ایشون هم یکی از فعالان فرهنگی بوده که سال 1300
1379 بازداشت میشه به خاطر فعالیت سیاسی. سال 1390 از زندان آزاد میشه پسر خالش و از طبقه ششم ساختمون خوشو میندازه پایین و اصطلاحاً خودکشی میکنه. این از آقای استاد احمد شاملو. جالب بدین که احمد شاملو خودش شاگرد استاد نیما یوشیج بوده که نیما یوشیج میدونید که اسم اصلیش علی اسفندیاری بوده که متولد 1338 بود و 1276 به دنیا میاد، 1338 فوت میکنه. 1338 که همون خیلی نزدیک 63 سال عمر میکنه. ایشون بیماری ذات‌الریه میگیره و اکثر این افراد نمیدونم چرا بیماری ذات‌الریه میگرفتن، حالا علتشو نمیدونم چی بوده. و نیما دیگه نیما یوشیش خودتون میدونید دیگه، شعراش که به شعر نو هم معروف بوده، خیلی از شعراش رو ما توی دوران مدرسه و اینها یادمون هست. اما نفر بعدی که این چهره هستش آقای سیاوش کسرایی، دوست صمیمی استاد ابتهاج بود. سیاوش کسرایی که ایشون هم بیماری ذات‌الریه گرفت و فوت کرد سال 1374 در وین تو سن 68 سالگی ایشون فوت میکنه و خود استاد امیرهوشنگ ابتهاج هم که دیگه راجبش گفتیم. خلاصه این عکس حسابی عکس جنجالی بود و باز هم میشه راجب این عکس ساعتها صحبت کرد و گفت، اما خب دیگه این چهره یعنی آقای سیاوش کسرایی دوست صمیمی آقای ابتهاج بود. این نکته هم بگم که آقای امیرهوشنگ ابتهاج یعنی استاد ابتهاج، بریم روی این عکس معروف که به اسم نیما و یاران هستش، سال 1358 یه اختلافی پیدا میکنه با احمد شاملو، یعنی با این چهره یه اختلافی پیدا میکنه به خاطر اینکه اون سالها از کانون نویسندگان اخراجشون میکنن. ایشون یکی از افرادی بوده که تصمیم گیرنده بوده و تصمیم میگیره که آقای ابتهاج رو از اون کانون بیرون بکنه که همین باعث میشه که استاد ابتهاج اون موقع این چهره اون موقع دلخوری پیش بیاد بین ایشون و آقای احمد شاملو. استاد ابتهاجی که حتی با فروغ فرخزاد هم یه دونه عکس داره، اگر بتونم این عکس رو هم پیدا کنم بهتون نشون میدم که بله این چهره فروغ فرخزاد و استاد امیرهوشنگ ابتهاج رو هم میبینید. یکی از تفریحات استاد ابتهاج بیلیارد بود، یعنی توی زندگی نامه خودش ایشون میگفتش که من یکی از بزرگترین غم‌های زندگیم از دست دادن مادرم بود. استاد ابتهاج میگفت و میگفتش که وقتی که بیلیارد بازی میکردم بعضی از روزها 12-13 ساعت بیلیارد بازی میکرد استاد ابتهاج که حالا بذاریم عکسش هم این گوشه. میگفتش که من غم از دست دادن مادرم رو فراموش میکردم و اصطلاحاً دنیا برام یه چیز دیگه میشد، انقدر من عاشق بیلیارد بودم. سال 1363 هم ایشون یک سال زندان بوده. اکثر شاعرهای اون سالها یعنی هر کدومشون یکی دو سال رو زندان رفتن به خاطر شاعرای الان هم همینطوری بخوام اشاره بکنیم، ولی اکثر شاعرای اون زمان همشون یکی دو سالی رو زندان بودن به خاطر اینکه شعرهای سیاسی خوندن و فعالیت‌های سیاسی کردن. راجع ابتهاج هم استاد ابتهاج هم همینطوری بوده و عنوان شده که به علت نارسایی کلیه ایشون هم دیده از جهان فرو بست. این قسمت کوچیکی از داستان زندگی استاد امیرهوشنگ ابتهاج بود. اگر بخوایم طولانی راجع به ایشون صحبت بکنیم شاید حالا فرصتی بشه، با توجه که همین شهر کلن آلمان هم هست شاید من یه مستند راجع به ایشون ساختم و زندگی نامه ایشون رو به همراه تصاویر و عکس‌ها و خیلی مفصل بهتون خواهم گفت. در صورت خیلی دوست دارم که شما هم اگر خاطری از اشعار استاد امیرهوشنگ ابتهاج دارید بگید و نظرتون رو هم راجع به استاد بگید. مرسی که تا این لحظه با ما بودید و اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.